دوستای خدا حکایت میکنن، میفرمایند که شخصیت شب خواب بود، خواب دید که یک انسانه و یا از کتفش میلرزانه. میگه ای شخصیت وقتی خواب رفتنت نیست بخیز و صدقه کن. این شخصیت میگه از خواب بیدار میشوه، در حال در فکرش میزنه، میگه این وسواس شیطان است، شیطان نمیگذاره من خواب روم. دوباره خچه مجبور میکنه، خچه به خواب میاندازه، با دوباره این خواب میبینه یک شخصیت میلرزانه، میگه وقتی خوابت نیست بخی و صدقه کن. دوباره هم به گردن نمیگیره. نوبت سیوم میگه چقدر سختتر میلرزانه، میگه وقتی خوابت نیست بخی صدقه کن. این شخصیت بیدار میشوه، میگه در این خوابی من چی سیره هست. وقتی که بیدار میشوه میگه در دستش کمی پول میگیره، از در بیرون میشوه، نیمی شب است، کسی در بیرون نیست. میگه این صدقه من کی را بتیم؟ میبینه که چراغی مسجد گریان است، میگه هر چیزی هر جایی کرده باشه در مسجد شخصیتی هست. وقتی مسجد میره در میکشایه، میبینه در گوشه مسجد شخصیت گردن کج دست برداشته از پروردگار زاره داره دعا میکنه، دعا کرده ساده است. این شخصیت میره در نزد او میشینه، اون دعاش تیار میکنه، پولها را در دستش میتیه، میگه حضرت در حق من دعا کن. خانه من از مسجد 2 خانه بود است، هر وقتی که حاجتت افتاد چی خدمتت افتاد بیا، من بسیار دارنده هستم، خدمتی ترا بود میکنم. شخصیتی دعا کننده یک جوابی خیلی دندان شکنی میگردانه، جواب میگردانه، میگه ای برادر من برای چی خانه تو برم، برای چی من نزدی تو بروم؟ گفت اگر من نزدی تو برم تو کاری من بود کنی 10 بار دیگر منتو میکنی، 10 بار دیگر سرزنش میکنی که من کاری ترا بود کردم. اما من جایگاهی را میدانم، من درگاهی را میدانم که وقتی دستم میبردارم میلرزانم تو را خواب روی نمیمانم. وقتی دستم میبردارم دعا میکنم او تو را نمیگذاره که تا سحر براحت خواب باشی، تو را میخیزانه به نزدی من میاره. برای چی که من نزدی تو برم؟